بریم شیطنت کنیم. نکته مهم اینه که لطفاً این کار رو توی یک فضای باز انجام بدین. احتیاج داریم به یک بطری نوشابه، یک مقدار لوله بازکن و چند تا فویل آلومینیومی که اینطوری لوله کرده باشیم و تعداد خیلی بیشتر از چیزی که من تو تصویر ریختم لطفاً شما بریزین اگر میخواین عمل کنه، چون این اولی که من انداختم کار نکرد. این دومیه که پرت کردیم، منتظر میمونیم که عمل کنه. یکم زیادی من دیگه انتظارم به سر اومده بود اینجا، ولی این انتظار بیشتر از به 2 دقیقه نکشید. 1 تا 1.5 دقیقه بود. کم کم داشتم پشیمون می شدم، یعنی من فکر میکردم عمل نمی کنه مثل دفعه قبلی که ناگهان بوم ترکید.